الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش از آنی که یک دعای در حق یکدیگر بکنیم بفرماید: من لم یدع الله سبحانه غضب علیه. اگر کدام شخصی که خداوند گفته است به سوی من دعا نکند، از من حاجات خودش طلب نکند، من بر همان بنده غضب میکنم. یعنی من از اون بنده راضی نمیشوم وقتی که اگر از من حاجت طلب نکند، از من مراد و مطلوب و مقصود خودش را طلب نکند. لیس شیء اکرم علی الله سبحانه من الدعا. پیغمبر خدا میگوید هیچ چیز مقدستر، معظمتر، مکرمتر در نزد خدا از دعای بنده مؤمن نمی‌ایستد. هیچ چیز به این برابر شده نمیتواند. دعای ما و شما را خداوند دوست می‌دارد، دوست می‌دارد. حتی که مالک دینار میگوید چنین فرمود آن مالک دینار به سوی سالکان جمع اخیار، که در بعض کتبش حق بفرمود به اهل ابن آدم کرده ام جود. حضرت مالک ابن دینار میگوید وقتی کتاب خدا را تماشا کردم و کتاب خدا را خواندم، در کتاب خداوند خود خبر دادگی هست که من فرزند آدم ده بسیار مهربانی کردگی هستم و بر فرزند آدم بسیار مهربان هستم. و همین مهربانیش خداوند به چی معاینه کرد؟ به چی یعنی به ما و شما نشان داد؟ نگاه کنیم. چنان فضلی که دادستم به آدم، به جبریل و به میکائیل ندادم. چنان فضیلتی که خداوند میگوید به آدم دادم، به فرزند آدم دادم، به جبرائیل و میکائیل که یکی از فرشته های مقرب درگاه من هستند، من به اونها ندادگی هستم. از چی خاطر؟ فضیلت ما و شما از جبرائیل از میکائیل به چی بلند است؟ این است: یکی آن فذکرونی اذکرکم، یکی آن فذکرونی اذکرکم فزایم نور دلهاتان چو انجوم. دیگر فدعونی فرمود ار بخوانید، اجابت میکنم تان در نمایید. فضیلت آدم حضرت گفتم بر چی است؟ و فذکرونی اذکرکم و با ادعونی استجب لکم. فضیلت آدم از همین بوده است. این در این آیت هایی که در سوره بقره فذکرونی اذکرکم در سوره بقره است و ادعونی استجب لکم در سوره غافر است. خداوند چی میگوید؟ یاد کنید مرا ای فرزند آدم، من هم یاد میکنم شما را. ای فرزند آدم، ای مخلوق من، ای بنده من، ادعونی مرا بخوان، استجب لکم مرا میابی، من دعایت را قبول میکنم. ببین، استجب لکم دعایت را من قبول میسازم. و این ذکرتنی، حدیث قدسی است: یا ابن آدم، ای فرزند آدم، اذا ذکرتنی فی نفسک ذکرتک فی نفسی. فرزند آدم اگر مرا تو یاد بکنی، بگوی ای ذاتی که مملکتی تو زائل نمی شود، عزتی تو گم نمی شود، هر چی بخوای تو انجام میدهی، اگر همچنان تو مرا یاد کنی
ذکرتک فی نفسی، من هم تو را یاد میکنم، من هم میگم ای فلانی ابن فلانی گفته، من هم یادآوری تو را میکنم. و این ذکرتنی فی ملأ، خدا میگوید ای فرزند آدم اگر در جمع در بین بسیاری مرا یاد کنی، ذکرتک فی ملأ من الملائکه، نام تو را من در پیش تمام ملائکه میگیرم که فلانی ابن فلانی مرا یاد کرد. خوش به حال آن بندگانی که دعا کردن به سوی خدا دوست می‌دارند و دائم حاجت خودشان از خدای خود می‌خواهند. ما و شما باور کنین امروز کارهای دنیوی بسیاری که در ما و شما می‌افتد، فقط و فقط خیال ما و شما به سوی مخلوق خدا هست و به سوی خدا نیست. از کدام راه بیابیم تا که با فلانی مثال واصل شویم، با فلانی پیوست شویم، تا که از فلانی یک مدد بگیریم، لیکن از خدای خود ما و شما این نیاز و این حاجت ما طلب نمی کنیم. اگر ما و شما شبانه است یا روزانه است، هر ساعتی نباشد، اگر ما و شما از خدای خود دستی به دعا برداریم و طلب کنیم که پروردگارا فلان مهمات مرا حل بساز، خداوند در حال حلش می سازد، فلانی را سبب می گرداند تا که کار تو چی شود؟ حل شود. از این خاطر از همه شما طبق این حدیث، طبق این آیت های کریمه، مقصد ما چی است؟ این است که هر حاجتی که بر شما می غلطد اولا از خدای خود طلب کنید. هر مشکلاتی که در زندگی شما، در خاندان شما می افتد، شما اولا حل شدن این مشکلات از خدا طلب کنید، بعدا نزد مخلوقش برین، انشاءالله چی است؟ حاجت شما برآورده می شود. یک صحابه بود به نام ابو معاف. ابو معاف تاجر بودند، بسیار محب خدا و پیغمبر خدا بودند. یک زمان میگد به تجارت برآمد، در راه با یک راهزنی میگد، با یک آدمی که از خدا و پیغمبر خدا دور است روپرو شدند. اون کس میگد سواره اسب بود و در دستش یک شمشیری داشت و میگد با این ابو معاف تهدید کرد و ابو معاف گفت من میدانم مراد تو گرفتن همین مال و اسباب انجام من است، من بر این راضی هستم. لیکن این مرد میگد نه، گفت اسباب انجام تو را از خود میکنم و بزم این باز خون تو را چکار میکنم؟ میریزانم و تو را قتل میکنم. البته راهزن، کسی که از خدا نمیترسد، برای او ریزاندن خون، چی پیغمبر باشد، چی عالم باشد، چی کسی نباشد، برای او هیچ اهمیتی ندارد. این مرد وقتی که میگه این سخن شنید، یک بیشه خالی در حال که محب خدا بود و راهی از این شکنجه خلاص شدنش بجز از خدا دیگر از هیچ چیز ندانست، اگر جای نماز خدا پرتافت، گفت اگر رخصت باشد 2 رکعت نماز پیش از آنی که من به هلاکت میرسم 2 رکعت نماز به سوی خدای خود بخوانم، بعدا مرحمت هر چیزی که میخوای کردن بگیر. حضرت میگد 2 رکعت نماز خواندن و بعد نماز میگد از صدق دل دستی به دعا برداشتند و از خدای خود زاره کردند. پروردگار را گفتند تو خود بینا هستی، تو خود شنوا هستی، من یکی از محب تو، محب پیغمبر تو هستم، بجز راه حلال دیگر هیچ راه را برای خود انتخاب نکردم. تجارت میکنم، فرزندهای خود ما از حساب مهنت خودم میخورانم. امروز در این ظالمی تو گرفتار شدم، پروردگارا یک راه نجات برای من نصیب بگردان. خدایا من میدانم تو به تمام کار قادر هستی، خدایا مرا ناامید نساز. این بنده میگد با یک آب چشم، با یک صدق دل از خدای خود میگد تضرع و زاری کرد و مجرد میگه از بالای جای نماز خیست، نگاه کرد که یک اسب بالاش کسی سوار است و با یک سرعت بلند به سوی همین بنده چکار میکند؟ حرکت میکند. نزدیک شد، میگد
شمشیر خودم میگه کشید و به گردن همین ظالم چیکار کرد؟ زد. این بنده حیران شد، گفت ای دوستی خدا، تو کی هستی که در یک زمان حاضر شدی که برای من بسیاری بسیار تو لازمی بودی؟ گفت من ملائک از ملائک خدا هستم. وقتی تو گفت فریاد زدی که ای فریاد رس به داد من برس، ای فریاد رس به داد من برس، دروازه های گفت آسمان خدا کشاده کرد و تمام ملائکه ها زاره و تولا داشتن که پروردگارا مرا روان کن، مرا روان کن. لیکن من هم که زاره و تولای بسیار کردم، خدا که دعا را دوست می دارد مرا روان کرد که رفته این بنده مرا از دست این ظالم خلاص بگردان. من آمدم و تو را به واسطه همین دعایی که کردی خلاصت گردانیدم و بر تمام امت رسول اکرم برسان. هر حاجتی که بر اونها میرسد 2 رکعت نماز بخوانند، از خدای عالمیان طلب کنند، خداوند هیچگاه دعای اونها را چکار نمی کند؟ رد نمی سازد. یا ملائکه، خدا میگوید اینی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری. ای ملائکه های من، به تحقیق من از بنده خود حیا میکنم، شرم میدارم، زیرا که وی دست دعا برداشته است و به جز من دیگر تکیهگاهی نداره. بنده در اصل به جز خدای خود دیگر تکیهگاه نداریم آخر. اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا به حرمت فاذکرونی اذکرکم، به حرمت ادعونی استجب لکم. خدایا این بندگانت در هر یک قدمی که برای ادا کردن نماز فرض تو به خانه تو آمدند، خدایا حسنات نویسانده بگردان و جمیع گناهان این بندگانت را خدایا مغفرت بساز. پروردگارا در دل ما بندگانت، علی الخصوص این مردم کولاب ما، محبت خودت، پیغمبرت، اسلامت خدایا مستحکمتر جایگیر بساز و خدایا از دایره ایمان و اسلام ما را دور نساز. خدایا روز به روز عزت مسلمان، عزت اسلام در روی دنیا بلندتر بردار و خدایا امروز مسلمان هایی که زیر شکنجه و زیر عذاب این یهودی ها قرار دارد، خدایا در این مورد اجابت دعا آنها را پروردگارا از دست این ظالمانت خلاص بگردان و خدایا آنها را در ظلم خودت، در ظلم مسلمان ها پروردگارا گرفتار بساز و روز به روز امت اسلام خدایا در روی دنیا زیادر بساز. دخترهای ما را، فرزندهای ما را پروردگارا به راه راست، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرمایی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکرگو ای دل که در خیل مسلمان آفرید. شکرگو ای دل که در خیل مسلمان آفرید. عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار. در دهانم این زبانی خود ثناخوان آفرید. نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش. نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش. باغ جنت را بر اهل محبان آفرید. حمد لله کرد ما را امتی خیر البشر. حمد لله کرد ما را امتی خیر البشر. بهترینی از کتب خویش قرآن آفرید. ای جنونی خلقت مخلوق بهر خدمتش.
کی برای نفسی سگ با خوردن نان آفرید. ای جنونی خلقت مخلوق بهر خدمتش، کی برای نفسی سگ با خوردن نان آفرید. هزارها درود و رحمت به حضرت که ما و شما را در هر یک سطرهای نظمی خود اینقدر یادآوری به سوی خدا میکند، اینقدر ما و شما را خبر میدهد که تا که ما و شما بدانیم که از بحر چی آمدیم و چی کار میکنیم و کجا میرویم. موعظه ای که ما با شما وعده کرده بودیم موعظه در باب دنیا بود. قال الله عز وجل لجبرائیل یا جبرائیل اذهب الى محمد و ربک اعلم فسأله ما یبکیک. ای جبرائیل گفت پایان شو دیدی که حبیب من گریه دارد، من میدانم که این حبیب من برای چی گریه دارد. و ربک اعلم، خدای محمد داناست، میداند که محمد برای چی گریه میکند، لکن تو از او پرسان کن برای چی گریه میکنی. فاعتانی جبرائیل فسأله فاخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال. آمد نزد رسول اکرم گفته حبیبی خدا گفت از گریه تو خدای تو درکدار است و خدای تو میداند برای چی تو گریه میکنی، خبر بیته گریه تو سببش چی است. رسول اکرم گفتند گریه را سببش گفتند. جبرائیل میگه در حال نزد خدا رفت و خبر داد که خدای خود دانا هستی و شنیدی که محمد چی میخواهد. بار دیگر جبرائیل روان کرد، گفت اذهب الی محمد فقل إنا سنرزيك في امتك ولا نسوءك. محمد ای جبرائیل پیش محمد برو و بر محمد من برسان که این سنرزیک، من زود است که محمد راضی می سازم، ولا نسوءک، همگی جمله امت قطعی فراموشش نمیکنم. من محمد با همراهی امتش فراموش نمیکنم. رفته بر محمد بگو که گریه نکنه. این یک مکافات، یک هدیه از نزد خدا برای محمد و برای جمله امت محمد بود. از این خاطر است که خدا در قرآن چی گفت؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی، در سوره ضحی. ای محمد زود است که من تو را در قیامت از خودم راضی می سازم. این راضی ساختن مفسرای قرآن به چی میگن؟ میگن این بیرق شفاعت است. بیرق شفاعت در دست رسول اکرم میدهد و رسول اکرم جملگی امت چکار میکند؟ شفاعت میکند. وقتی این آیت آمد میگد ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که ای محمد من تو را در محشرگاه در قیامت راضی میسازم، رسول اکرم چی گفتند؟ اذن لا ارضى و واحدا من امتی فی النار. پروردگارا، ای خدای تبارک و تعالی گفت این هنگام من از تو راضی نمیشم تا زمانی که اگر یک امتی من در آتش دوزخ باشد، من از تو راضی نمیشم. تا زمانی که امتی من در دوزخ باشد من از تو راضی نمیشم. خدایا گفت تا اگر جملگی را از آتش دوزخ خلاص نکنی رضاگی محمد و حبیب تا تو نمیابی. گفت خداوند بر این راضی شد. نماند به زندان دوزخ اسیر، نماند به زندان دوزخ اسیر کسی را که باشد چنین دستگیر. چنین دستگیر داره ما و شما. الحمدلله انا سید ولد آدم ولا فخر علی. پیغمبر خدا میگوید من سید فرزند آدم هستم، بر این افتخار نمی کنم، بلکه این نعمتی است که خدا من داده است. نماند به عصیان کسی در گرو که دارد چنین سید پیش رو. هیچ کس از حساب عصیان و گناهشم در عذاب خدا ابدی نمیماند مادامی که چنین سرور و چنین پیشوای ما و شما نصیب داریم. از این خاطر است که حضرت گفتن شکر گو ای دل که در خیل مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. این را شکر کنیم، شکر کنیم که خدا را شکر که ما را مسلمان کرد.
خدا را شکر که ما را اسلام داد. خود خدا چی میگه؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، من از همه بندگانم در صورت راضی میشم که اگر دین اسلام داشته باشند، دین عیسوی نداشته باشند، که امروز تبلیغ های عیسوی در تمام مردم تمام جمهوری ما و شما امروز یک رواج رونق یافته است. در تمام دوشنبه و در تمام مردم خودجند و در تمام جا تبلیغ دین عیسوی با واسطه پول و مال چکار دارد؟ رواج رونق یافته ایستاده است. از کمبغلی ما و شما، از قشاقی ما و شما، از جاهلی و نافهمی ما و شما استفاده میکنند و ما يقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. ما و شما را در دین میپرتویند که همون خدایی که پیدا کننده این دین بود، همون خداوند چی میگوید؟ اگر کسی که غیر دین اسلام دیگر دین برای خودش اختیار میکند، دیگر دین برای خودش قبول میسازد، لن یقبل منه، لن در اینجا تاکیدی است، کلمه هرگز است. خدا میگه هرگز از او من او دین قبول نمیسازم. و هو فی الاخرة من الخاسرین، و همون بنده از طایفه آن گروه هست که از جمله زیانکارهاست و در قهر من و در غضب من در قیامت گرفتار است. شما از این پیروی این دین ها و حتی کتاب همون عیسی را در خاندانتان راه نتین. اونا دینی منسوخ شده از دین خداست، ما اعتراف میکنیم به دین خدا بودنش، لیکن امروز در برابر قرآن اون منسوخ شدگی ساخته. تمام دین ها ناقصند. اکملت لکم نعمتی، خدا میگه قرآن نعمتی من است که مکمل قرآن است. دیگر کتاب ها همه منسوخ شده هستند، همه اونا بیکاره شدند. ما شکر کنیم که این قرآن امروز دستورات ما و شما هست. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار، در دهانم این زبان خود ثناخوان آفرید. حضرت میگوید خداوند این نعمت ها را بر شما داد، نعمت پا، نعمت دست، نعمت چشم، نعمت دل، نعمت تمام این اعضاهایی که در ما و شماست، همه این نعمت هستند. اینها در ما و شما چیکار کنیم؟ باید شکرانه کنیم. ما و شما در صورتی که دست داریم به قدر این نعمت نمیرسیم. وقتی اگر این دست از ما و شما شق شود یا بریده شود، بعد در اون صورت ما و شما به قدر این دست میرسیم. ما و شما در صورت به این چشم میرسیم که یک آدم نابینا را از احوالش درکدار باشیم. ما و شما در صورت بر قدر این پا میرسیم که پای کسی بریده شده یا که کار نمیکردگی باشد، در اون صورت به قدر این پا میرسیم ما و شما. حضرت حاتم اسلام چی میگه؟ اربعه لا یعرف قدرها الا اربعه، 4 چیزی هست که به قدر این 4 چیز نمیرسد مگر 4 کس. کیا هستند؟ یکم حضرت گفتن به قدر عافیت نمیرسد مگر اهل بلا. به قدر آرامی مردمی که در آرامی هست نمیرسند مگر میرسند در صورتی که اگر یگان بلای به سرشان بیاید، یگان ناآرامی و ناتینجی به سرشان بیاید، در آن صورت اینها چیکار میکنند؟ به قدر همان آرامی میرسند. حضرت گفتن به قدر صحتی، به قدر سلامتی نمیرسند مگر مردم به قدر صحتی میرسند که وقتی که بیمار شوند. وقتی انسان بیمار شود، در اون صورت ما و شما چیکار میکنیم؟ به قدر این تن صحت ما و شما میرسیم. به قدر حیاتم مردمی که زنده هست نمیرسند مگر به قدر حیات میرسد اون کسانی که اگر از دنیا میگذرند. از دنیا وقتی که گذشت بعد به قدر حیات چیکار میکنند؟ میرسند. ما و شما هم در صورت به قدر این نعمتهای خدا میرسیم وقتی که یک اعضاش خدا از ما و شما اگر بگیرد، در اون صورت ما و شما به قدر همون اعضا میرسیم. از این خاطر اینا نعمت هستند، نعمت هستند. حتی خوردنی هایی که داد در دوام همین غزلی که حضرت به ما و شما گفتند، نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش، باغ جنت را بر اهل محبان آفرید. نعمتی بسیاری بر ما و شما داد،
از خوردنی‌های حلالی که امروز ما و شما میخوریم که از حرام کرده خدا در حلال کرده خدا زیاده است، اینا را وقتی ما و شما میخوریم برای چی هستن اینا؟ حضرت میگه بهر طاعتش، برای اطاعت خدا، برای طاعت کردن خدا اینها را به ما و شما خداوند داد تا که بنده قوت کند و آزادانه خم شود و راست شود، مرا عبادت بکند. و این نعمت هایی که ما و شما میخوریم، سوره اگر تکاثر شما آخران آیت مضمونش نگاه کنین، ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، خداوند از این نعمت هایی که بر شما داده است از اینها شما را سوال میکند، شما را از این نعمت ها میپرسد. چندین برادرهایی که از ما تکلیف کردن که در حقشان دعا کنیم، من نامگیر میکنم ان شاء الله در حق اونها دعا میکنیم.